مقدار پول خیلی گنه‌ای رو برنده میشه. دیگه از این خربازی‌ها که خودت میدونی رفیق. امیدوارم از این ویدیو خوشت بیاد. لایک و سابسکرایب یادت نره. آخرین نفری که وان پر از پولو تر کنه 20000 تا کاسبه. این شرکت کننده ها کاملا متفاوتن. و شب بپرسین که خب برای چی؟ هی رفقا، میخواین توی ویدیو حضور داشته باشین؟ نوشته بود 2 ساعت قبل. پس اینجوری آدما رو گیر آورده. باریکلا. آخرین نفری که از استخر بیاد بیرون 20000 دلار. آره حتما. خیلی خوب، پس بپر بالا. بیام تو ماشین؟ آره، به همین سادگی 3 نفر گرفتیم. خیلی خوب، بریم بعدی. بدون شوخی 3 تاشون سوار شدن و دارن میان. نمیدونم. نه، من این کارو نمی‌کنم. بابا بزن بریم. اون دختره کی بود همونجور رندوم؟ کریس جان معرفیشون کن. این خوشگل اسمش کوده، ولی شما اونو به عنوان برنده میشناسید. و چندلر ایشون کیه؟ این آبجیمون مریلیساست. اون گفته منو ناامید نمیکنه و برنده میشه. من گفتم اگه ناامیدم کنه منم گریه میکنم. پس آبجیشه. لازم ترسیدم فیلم رفت خونه دختر مردم. قرار ببریم مگه نه؟ آره حتما. درست. بدون شک. تحت هیچ شرایطی از اینجا بیرون نمیرم. من از جام تکون نمیخورم. این خیلی آسونه، ما برنده میشیم. 30 دقیقه شما همونتاقی هستید و اونا هم همونتاقی بودن. توی هم اتاقی بهتریه، مطمئنم همیشه آشغالا رو میذاره دم در. دقیقا. چه شاباشی هم میکنه. بسته خونه داری. درسته. استراتژی ما اینه که پول به دست بیاریم. بابا شاباشو تو کله هم دیگه نکنید. ما باید میدونم اون مدام سعی میکنه دستمو بگیره. نه دقیقا برعکسه. یکی زنگ بزنه بابا شاباشو تو کله هم دیگه نکنید. ما باید میدونم اون مدام سعی میکنه دستمو بگیره. نه دقیقا برعکسه. یکی زنگ بزنه پلیس. جدی دیگه به این اعتماد ندارم. بی‌ناموس بازی در نیار پسر پدر سگ. 1 ساعت در اینجا موندن. کوید بزن تو رگ و یادت نره که من بهترین مرا. باشه حتما حواسم کریس هست. دلقک اسموتی من بود. منم برای مریلیسا دو قابلی آوردم، تو اینم ریختم تبلیغش نشه. اوه شما فقط داری منو تحقیر میکنین. تو ایده منو دزدیدی. شما ها خیره شدن به همه شما عالیه، اما نیاز به تغییر منظره دارم. فردا باید برگردم مدرسه. پس سن مادر منو داری میریم مدرسه یعنی 2 ساعت در اینجا موندن. اگه 20000 تا رو ببری باش چی کار میکنی؟ غذا میخورم و لباس میخرم. خیلی منتظرم که ببری. منم همین. عمرن تو ببری. خب بگو دوستم داری؟ من هنوز نمیدونم. باشه اصلا نگو خداحافظ. ببین از اون موقع گرایشش معلوم شده بود. در حال حاضر میخوای با این پول چیکار من کنی؟ چه ساحل زندگی میکنم، پس دلم میخوای میخواد یه ساحل رو قایق بخری؟ بخرم. نه قایق. اینا خیلی خوبم. اگه ببریم چلو کباب ما خوردیم. پس بگو چی میخوای برات بیارم عزیزم؟ گوشیم. اگه تلفن دستتون باشه که دیگه خیلی راحت میشه. درسته، میتونستم همش به میم ها نگاه کنم. منم. هی به چی نیاز داری؟ باد؟ آره. این عالیه. در حال حاضر 10 از 10. برای مراجعات بعدی اگه سرما خوردید خودتون رو با پول بپوشونی. 3 ساعت موندن. این تاس یه تاس عادی نیستش و از ویدیوهای قبلیمون الهام گرفته شده. 6 تا گزینه روشه، 3 تا خوبه و 3 تا بد. بیایم بندازیم. باشه. من باید دراز نشست افتاد. یعنی کسی که مراقبته یعنی چندلر و 50 تا بره دیگه تو مستقیم. تخت خواب ببخشید تلافی میکنن. عزیزم. خیلی قوی و بنده قشنگ. خدا تو چندلر میگی چیکار جریمه شد. کنم؟ حالا نوبت کیومرسه. اسمش یادم نمیاد ولی خب. واقعا اسمش چی بود؟ به خودت فشار نیار، ضعیف میشی. باشه. باسکتبال که آفرین، بیا برو مرد. اگه درست بزنی 300 دلار میدم. میتونی. شکم سری. ای پسر نوبت توه، نمیخوام مشاسات بیفته. وای دراز نشست افتادینم که. خب شروع کنید. چندلر داره داداش پارکیتو حامله چیکار نمیکنه؟ وای مثل حلزون شدن لعنتی ها. داشتم برای امشب تمرین میکردم. اوکی خیلی خوب. سگ توش. اونو شکستی؟ بریم بچسبیم به بقیه. کاغذ رو سر. آره حالا رو دارم بهش روح میبخشم. گوشات کمشتی، تو چرا گوش همه نداری؟ جاست داداش. چه جور آدمی هستی؟ برتره. چرا گوش نداری؟ تو چرا اینک آوردی رو پیشونی؟ استی به این یکی شده. خب کریسی که نوبت این شدش که به اندازه. باشه. ای بچه قدرتم زیاده. دوباره بسکتبال. آره
بگیرش. ببینم تو هم گرمته. آره اینجوری خیلی خوبه. بازش نزن. هم یه انجام کار میدی. تیمیه. کار تیمیه. بعدش میاد چون کار تیمی نباید انجام بدن. 4 ساعت. خب بچه‌ها ببینید، من میرم که چند تا برگ درخت موز پیدا کنم تا بیام مریلیزا رو باش باد بزنم. خیلی طول کشید تا این لامصبو پیدا کنم. خیلی خوب، حالا تا 5 ساعت آینده همینطور بمون. آره نکته خیلی خوبیه. هم عالی. خیلی خوب کوید میخواستی خونک چی؟ الان خونکت میکنم عزیزم. این تقلبه. بهتر شد. متقلب. خیلی خوب وقتشه که بیام بقیه‌تون رو گرم کنم. باشه. خیلی خوب میریم بیرون دور و اینکه ما اینو فقط چطور باید سوار کنیم؟ فهمیدم. صبر کن، کجا داریم میریم؟ جای بدی نمیریم و اینکه این چالش بیشتر سرگرم کننده است بچه‌ها. خیلی خوب وقت سفر شدش. سسنی باز شو. دوستان کاملا بی خطره ولی لازم نیستش که حتما انجامش بدین. میتونید برید عزیزان. محکمه؟ آره. بزن فشار خونم داره میره بالا. یعنی سوار بر وان پرپول وسط خیابون. قراردادم که امضا کردن جون. بسن بریم. آره پسر. پس اگر بمیرن پس موردی نیست. چه خبره چقدر سنگینین. چند ازت بدم میاد. ما هم سوار میشیم منتها شما پشت کامیونی. بچه‌ها تحت هر شرایطی شما افتادی من نمیخوام که پولا بیافتن واسه همین اینو میکشین روشون. مرسی. لایه‌های بیشتر برای گرمازدگی متوجهم. خدا این همون سرعتیه که داریم میریم؟ واقعا برام سواله که واکنش مردم نسبت به سوار کردن یه همچین چیزی چی میخواد باشه. حاجی حرام ریخته خدا من دارم میریزم. خیلی بهتر از نشستم توی اون انبار کوفتیه. چقدر خیابون پر شده وای. حاجی 22 بهمن شده. رفیق برنامه عوض شو برو سمت ملکه. ملکه لبنی. آره میریم همونجا. اینجا خیلی شلوغ شده لامصب. این چیه؟ واقعا این چیه؟ واقعا خیلی تو چشم. ما اینجایی ما داریم میکنیمش این کارو. آره ما مرد عملیم. فوقش به پلیس هم میگیم که یوتیوبریم و اومدیم توی سطح شهر رو میخوایم یه چالش خیلی خفیف. فکر نکنم کسی دیگه ای بکنتش این کار. آره دقیقاً. واقعا نمیگم ما یوتیوبری هست که این کارو انجام بده. یکی چی شده عزیزم؟ هی بچه‌ها عالی چطورین؟ بوده و ما دوباره واقعا حرکت خوشحالم. میکنیم. کریس کجاست؟ تارزان شده. شاید فکر کنید همچین کاری توی خیابون غیر قانونیه ولی در واقع جرمه. دقیقاً. یه صدای آرومی میشنوم. یکی میگه مس سرویس. اونجا رو مس سرویس. فکر کنم یکی از دور داره داد میزنه. آره صدای همه دوستم دارم بچه‌ها. یعنی راجع به چی صحبت میکنه؟ چه چالشی انجام میدی؟ اما پول داریم و هر کسی آخرین نفر از اینجا بره اون برنده است. یه لحظه وایسید یه پول خوردی بگیرم و بیام. $1. اوه نندازیش بابا. آها خیلی خوب بریم بقیه چالشمون. آره راستش دستت رو پای منه. ببین خودت تنت میکنه. خیلی نزدیک من نشستی باشه میتونی فقط بری بیرون. ایده یه هوشمندانه‌ای برای تور ماهیگیریه. پول ماهیگیری هم واسه این پولا نرن. خیلی خوب برگشتیم بچه‌ها. این دیگه چی بود؟ چطوری این کارو کردی؟ حاجی ترکید. واکن چی کار کرد با شیشه ماشین. برو الان دیگه. دقیقا چطوری اینو باید برای بیمه توضیح بدین؟ بابا صلوات بفرستید غیب میشه. $1000 به کسی میدم که بیا بیرون و کمکمون کنه. داره بلند میشه. وای اومد. وای چه سفید پوشی هم هست. حالا کمکم نکردش چون باعث شدش که سبکتر بشین. آفرین به همگی دمتونم گرم. آفرین. اولین شرکت کننده ما اومدش بیرون بچه‌ها. چه حسی داری که $1000 در آوردی؟ همچین بدم نیست. و تای بنده خدا رو سایه کردی. تای سیاپوس عصبی شد. تو چطوری؟ خوبه. وقتی گفتم 1000 تا چرا نیومدی؟ اول سعی کرد بیاد بیرون. جدی؟ آره. پس خسته شدی. آره نه چی نه. و شما نه من میمونم. واسه 20000 تا. آره چرا که نه شاید آفرین. همینطوریه. به نظرم فقط بگیر بخواب. چیزی که من دوست این کار دارم بهترین کاریه که میکنه. والا دختره به نظر میاد اومده که ببره. من نمیدونم بهش ایمان دارم. خجالت بکش چت روزی. نوکرم شدی. واقعا عالیه. تو این کار خوبه ما. آره تو این کار خیلی خوبی ظاهرا. دست دیگه کیری چیکار داری میکنی؟ که این کارو یاد گرفتی. از 12 سالگی چت بازی میکردم زیاد.
5 ساعت و نیم. سلام بچه‌ها، من جیمی هم. این ویدیو خیلی بدتر از اون چالش داره ضبط میشه و اینکه من متوجه شدم که اصلا هیچی نگفتم راجع به اینکه مراقب شرکت کننده بعد از اینکه شرکت کنندهشون برنده بشه یه چیزی هم گیر خودشون میاد. آره این چند وقت واقعا گیج شدم و نمیدونم چرا توی خود ویدیو نگفتم و اومدم دارم اینو ضبط میکنم و اینکه کانال کجبانم ساب کنید بچه‌ها. فعلا مرسی، ولی خودم هم متوجه نشدم چی گفتی عزیزم. میزنی بیرون؟ فکر کنم آره، وقتشه. دارم حتی. تلاشمو میکنم. من میرم برات یه چیزی بیارم، زود برمیگردم. یخو کلت. این چیه؟ تو این کار کردی؟ عالیه. همش یخه. پشیمون نیستم. واقعا نیاز دارم برم دستشویی. مطمئنی؟ آره. حاجی زیر بغلش چقدر مو داره. فکر کنم دخترم از دستم عصبانی شده، پس یکم دیگه تحمل میکنم. انگار داره میریزه نه؟ مجبور شدم یه مدت نرم دستشویی، ولی من میتونم نگهش دارم. پدرم منو برای این لحظه آموزش داده. وقتی به سفر جاده‌ای پنسیلوانیا میرفتیم اون هرگز موقع رانندگی توقف نمیکرد، پس میشه گفت من آموزش حرفه‌ای دیدم. تو دیگه نایی نداری. شک نکن. شک کردم. واقعا نمیدونم. تقلا میکنه. آره، شاید بهتر بهش زنگ بزنم. میتونی زنگ بزنی ولی 10,000 تا پول زیادیه. خیلی زیاده. خیلی خوب، من صرف نظر میکنم. وقت رفتن رفیق. 1 2 3 بنازم. واقعا خاک بر سره. خب الان کیکی رفت یه قدم به برنده شدن نزدیک شدیم. بزن آره. هی تو از اینجا گورتو گم کن. یاد نشستن رنج میبری، فقط کافیست که بلند شوی. من تسلیم نمیشم. 2000 تا هم بدم نمیری؟ آره. تو به خاطر اون دختر 10,000 تا رو دادی رفت. بهتره که بفهمه تو بهترین دوست پسر دنیا. واسه ببینم همینجی کجی دوست پسرش شد. تا به حال برنده مؤنث تو ویدیو داشتی؟ خیر اصلا. واقعا؟ بله. خدای من. تو ممکنه تاریخ ساز بشی. باید روی کیف بنویسی، به صورت دختر نیاز داریم. به میلیون ها زن فکر کن که ویدیوی ما رو خدای میبینن و من. منتظرن که تو برنده بشی. واقعا همه چی به این بستگی داره. فکرشو بکن، اول خانمی که برنده چالش مس سرویس میشه. با یه زمان طولانی بعد چی کار میکنید؟ اوریگامی؟ چی هست؟ چه میدونم. تا کردن فضولی پول. نکن دیگه، دفتر بذار کار خودمونو بکنیم. الان مثلا چی درست کردی؟ پیراهن یقه داره. خب چه احساسی داری؟ انگار خسته به نظر میرسی. دوست دخترم پیام داده میگه داری چه غلطی میکنی. من هنوز تو این چالش مسخرم با یه دختره که رقیبم حساب میشه. این دختر درست فکر میکردم الان نوشته با دختره خوش بگذره. وای خدا. ببین به همین دلیله که نباید قرار بذاری، چون کسی منتظرت نیست. من الان چجوری به این بی‌پدر ثابت کنم که تو چالشم و بهش خیانت نمیکنم؟ مثل بچه ها رفتار نکنین دیگه. دارم لذت اینجا میبرم. تو چالش مس سرویس اون بنده خدا فکر میکنه که آقای کجا رفته. شانس نداریم اون لامصب. زنگ زد، جوابش این بود که نمیتونم صحبت کنم. الان میگه که برو با همون دختری که باهاش تو جدی؟ خب واسه همینه که وارد رابطه ای نمیشم. بابا. اون الان فکر میکنه که من دارم مثل سگ بهش دروغ میگم. اشکال نه، با 20,000 دلار یه دختر دیگه میتونی بگیری. عالیه، دیگه باید بری. نمیتونم، من زمان آره زیادی میدونم، ولی سرمایه خب گذاری پول به اون کردم. دختر ترجیح میدی؟ نه. به نظرت کاری که با این مرد کردی درست بوده؟ های زود ببخشید، پولو خندیدم. بچسب. پولو بچسب. راست میگه وایکینگ، راست میگه پولو بچسب. دارم پاره میشم، همش با خودم فکر میکنم که اون بیشتر میتونه دستشوییشو نگه داره. بده بالا. خیلی خوب توماس، چی کار میکنی بچه؟ پنچرم. آره دستشوییم داره میریزه. خب صادق باشه، باش. میخواد چی کار کنی؟ صادق باش. یه جورایی میخوام برم مطمئن بشم برم حالش خوبه یا پس نه. 20,000 تا چی میشه؟ سهم وایکینگ چی؟ مشکلی نیستش، برو عزیزم. ولی وایکینگ تو میتونی بمونی یا مشکلی نیستش. شو رفتش. بارکالله. خدای من چندلر، من از اینجا بیار بیرون. بابا توی پولا شنا کن. نه. قبل از اینکه بیرون بیاین چندلر جان صورت جلسه. چالش قبلی رو که بردی، ترن هوایی رو هم که بردی و اینم که بردی. تا به حال 15 تا چالش رو باختی ولی 3 تای بینشون رو بردی. من الان از ماتریکس خارج شدم، رسما یه آدم جدیده و همینطور که میبینید کلم کچل نیست، لامبورگینی هم نداره. وای، باید برم دستشویی. حالا چی میخری یا چندلر تو چی میخری؟ اگه بردی چی میخوای بخری برادر؟